تبریک و صد تبریک به همه و اول از همه به خودم. حتما سوال میکنید برای چی؟ برای اینکه هنوز چاشنی سوپ خفاش چینیا نشدیم. خب همونجور که خبر دارید یک قرارداد 25 ساله بین ایران و چین بسته شده که با درایت رهبر فرزانه مستانه پروانه دیوانه و همچنین دیپلماسی زیرکانه دولت تدبیر و امید و اعتدال و ارتحال همه چی رو دادن رفته، ولی زیرکانه یک ماده جا دادن و اون عدم استفاده از پوست و گوشت ما ایرانی هاست. خدا رو شکر میکنیم و بسیار جای تبریک داره. اما مطلعین میگن که اینم با چینیا به ما بخشیدن، وگرنه هیئت ایرانی اینم میخواست بده بره. البته همه چیز این قرارداد به این بدی که میگن نیست، نکات مفید بسیاری توش قرار وجود داره، فقط مفیدش برای ما نیست، برای چینیاست. خب اونم اشکالی نداره. خب آخه همونجور که میدونید دست خیر عظما در سوریه و لبنان و عراق و یمن هست، فقط چشم ندارید این چینیای بیچاره رو ببینید. خب اونم وردارن برن، مگه چی میشه ها؟ نماینده بسیجی‌ها این وسط برگشته چی گفته؟ گفته تا زمانی که مفاد قرارداد افشا نشده ما نباید نظر بدیم. بسیجی اگر ما میتونستیم یه خط از این قرارداد رو افشا کنیم، خود عظما مینشست با اون یه دستش برای همه اسمسش میکرد. خب مگه 4 تا موشک شلیک نکردیم عین الاسد که از اون 4 تا 2 تاش اصلا نرسید؟ هیچ. 2 تا دیگه هم که رسید خورد وسط بیابونای عراق. کلا 2 تا مار موجی کردیم، یه مارمولک کشتیم. چیکار کردیم؟ 24 ساعته 25 ساعتش رو تمام روز و شب تبلیغ میکردیم عین الاسد عین الاسد عین الاسد. این از تو، اینم از اون رهبر خجستت که برگشته میگه ما برای افشای مفاد قرارداد باید از چینی‌ها اجازه بگیریم. آخه مثلا تو رهبر مسلمین جهانی، بعد اجازت رو باید چینی‌های گبر نامسلمون بدن؟ ای خدا، ولی امر کی بودی تو؟ قربون عمت بری با اون القرای القرازت. آخه جنس چینی که بنجله تنابش پوسیده است، تیوپش سوراخه، چترش واز نمیشه، تو انتظار داری تو این سراشیب سرنگونی تنابه به دادت برسه؟ یا نه فکر میکنی که تو این موجهای قیام میتونی تیوبشو سوار شی؟ یا شاید هم فکر کردی با چترش میتونی بارون تحریما رو دوام بیاری؟ یه شاعر چینی هست که گفته چینگ چونگ چوانگ چونگ چیانگ چونگ چوانگ چنگ. یعنی چی؟ میگه اومدیم از چین، اومدیم با دامن پرچین، اومدیم که گاز ببریم، نفت و به تاراج ببریم، اومدیم که گاز ببریم، نفت و به تاراج ببریم. ولی اینجور که بوش میاد، آره بابا جون، این دفعه چینی‌ها باید خودتو نظامتو با هم وردارن برن.